سلام دوستان عزیز، پژو 405 مشکی تمام فول براتون آوردیم فقط و فقط 200,000 تومن. حالا همه تون شاق در آوردین میگین مگه میشه، مگه داریم فقط 200,000 تومن؟ آره، پس شرایطشم گوش کن. خب حالا جریان چیه که من میخوام ماشین 400 میلیون تومنی و خودم و 200,000 تومن بفروشم. پس خوب گوش کنیم. ما یه قرعه کشی انجام میدیم. خب مثلا توی این قرعه کشی 200 نفر یا 300 نفر یا 400 نفر برام مهم نیست، خلاصه شرکت میکنن. از این 200 نفر یا 300 نفر من نفری 200,000 تومن میگیرم و این پست زمانی که آپلود بشه دقیقا 7 روز بعدش من قرعه کشی انجام میدم. چه 200 نفر شرکت کرده بودن، چه 300 نفر، چه 400 نفر، اصلا برام مهم نیست. بعد از اینکه 7 روز تکمیل شد من قرعه کشی میکنم بین این اشخاصی که توی قرعه کشی شرکت کرده بودن و 200,000 تومن پرداخت کردن. من قرعه کشی انجام میدم و کسی که اسمش در بیاد ماشین به اون تعلق میگیره. به همین راحتی. یعنی شما با 200,000 تومن شانس خودتون رو امتحان میکنید که آیا این ماشین بهتون میرسه یا نه. و همینطوری ما هر هفته یه ماشین به همچین شرایطی دقیقاً یه همچین شرایطی رو میذاریم و ماشین رو پوز میکنیم و کسایی که توی قرعه کشی شرکت میکنن دقیقاً 7 روز بعد اسم یکی از اونا در میاد و ماشین با مبلغ مثلا همین 200,000 تومن به اون تعلق میگیره. خب دوستان، حالا اگه کسی این ماشین رو با 200,000 تومن میخواد، کپشن رو حتما مطالعه کنید.